خیچکبند کورخط قیترمه این نامگوی کوتاه خدمات فالکوشایان و سرگران در تاجیکستان است. با وجود رسما ممنوع بودن فال و سرگری، فالکوشایان در کشور به هر مشکل مشتریانشان خدمت رسانی خواست دارند. ساکنان هم با پیش آمدن مشکل در فالکوشایان را تق تق میکنند. حمیده ساکن 26 ساله شهر دوشنبه یکی از آنهاست. از سال به شوهر برآمدنش 3 سال گذشت اما نتوانست فرزنددار شود. حالا یکی از مشتریان دائمی چندی از فالکوشایان است که هر یک با شیوه خود با او وعده حل مشکل می‌دهند. حمیده میگوید نزد یک تاش رفتیم فال دید و گفت که کسی پیش رو هم را بسته است و برای همین کودکدار شده نمیتوانم. گاه از خواهر شوهرم و گاه از افسونم گمانی بد میبردم میگوید. و حمیده در برابر فالکوشایی در نزد طبیبان هم با همسرش طبابت میگیرد و بعد از نیم سال حامله دار شد. هرچند دقیق نمیداند مایه خوشبختی او و همسرش دختران هستند یا فالکوشایان، اما تا حال به فالبین ها باور دارد. این هم صحبت ما با مشکل خود و مراجعت به فالبینان تنها نیست. کارافتادگان دیگر هم با مشکلات فراوان به فالبین ها مراجعت می کنند. شروع از حادثه دزدیدن گاو تا بد کردن مناسبت یک کس با کسی دیگر، دور کردن چشم بد و غیره. در صحبت‌های خودمانی برخی از فالکوشایان میگویند که برخی از منصبداران بلندپایه نیز از مشتریانشان هستند. دور کردن چشم بد از اتاق کاری، کوشای شکار و امثال این خواسته های منصبداران از فالکوشایان و ساحران بوده است. با این وجود فالکوشایان در تاجیکستان عین حال پنهانی کار میکنند، چون که سیر و جادو در کشور رسما ممنوع است و جنایت دانسته می شود. برای فالکوشایی مقامات می توانند طبق بند قلابی کودکس جنایتی پرونده باز کنند و سیرگران را جزا بدهند، اما ممنوع شدن سیر و جادو و تعیین جزا برای این کردار جادوگری و فالکوشایی را از بین نبرده است. سلطان محمدوف، یک جامعه شناس تاجیک، میگوید دو عامل در جامعه باوری مردم به فال و فالکوشایی را نگه می‌دارد. از یک سو مقامات در حل بسیاری از مشکلات مردم سری وقت رسیدگی نمی‌کنند و مردم ناچار به فالبین ها رو می‌آورند. محمدوف گفت که آدمان با مراجعت به دکتر کمک با صفت طبی گرفتن نمی‌توانند و با بیماری خود به فالبین و ملا مراجعت می‌کنند. او میگوید سلاح دیگری فالبینان خرافات است. در چند سطح خرافات بلند و جهانبینی علمی کم باشد، بازار فالبین ها گرم می شود. او میگوید متاسفانه باید اعتراف کرد که در جامعه تاجیکستان خرافات بلند است و جهانبینی اکثر محدود باقی می ماند. در حالی که سحر و جادو در جامعه تاجیکستان یک ظهورات رایج باقی میماند، طلبات به ادبیات و کتاب‌های مربوط به جادوگری نیز زیاد شده است. سال گذشته ماموران خدمات گمرک 816 کتاب‌های را که وارداتشان به تاجیکستان ممنوع بود از باغاج مسافران مصادره کردند. بیشتر ادبیات مصادره شده کتاب‌های به مثل کنز الحسین، تیم تیم، تعبیر خواب بوده است که تعلیمات سحر و جادو دارند. از سوی دیگر روحانیان نیز به شدت سحرگران را تنقید کرده عمل آنها را ناروا می‌دانند. اسماعیل پیر محمدزاده، امام خطیب مسجد جامع شهر حصار و از روحانیان پرنفوذ در تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت جادوگری و هر گونه پیروی و حتی باور کردن برای آن ممنوع است. او گفت جادوگری، سحر، فالکوشایی همگی حرام است. مضمون حدیث پیغمبر است که اگر کسی قلم را به نیت جادو و سحر بالای کاغذ می‌گذارد، خداوند نام او را از مسلمانی پاک می کند. پیر محمد زاده گفت در حالی که تجارت در اسلام یک عمل رواست، اما تجارت مال و محصولات حرام از جمله ادبیات سحرگری نیز گناه عظیم شماریده می شود.